خب سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی دوستان عزیز. با نام و یاد خدا اولین جلسه آموزشی دوره پایتون رو با هم شروع میکنیم. بچه های عزیز ازتون خواهش میکنم گام به گام با من پیش بیاد و همراه من باشید. خب اولین گام میریم سراغ نصب پایتون روی سیستم خودمون. نصب پایتون از طریق سایت python.org انجام میگیره و ما داخل مرورگر خودمون سرچ می‌کنیم python.org. زمانی که سرچ رو انجام بدیم همچین سایتی برامون بالا میاد و ما اینجا گزینه‌های دانلود رو داریم که دانلود فور ویندوز، یعنی دانلود برای ویندوز رو روش کلیک میکنیم. یه قسمت داکیومنتیشن داریم که اینجا میتونید داکیومنت جنگ و آموزش ببینید. کسایی که انگلیسیشون خوبه میتونن مراجعه کنن به این سایت و داکیومنتش رو همراه با آموزش های بنده پیش ببرن. یعنی هر ویدیو آموزش بنده که مربوط به مثلا قسمت متغیرها میشه رو که از بنده میبینن بیان داکیومنتیشن مربوط به اونم ببینن. اینجوری خیلی پیشرفت میکنید. حالا سعی میکنم از سایت W3X Schools کلمات انگلیسی رو با مترجم گوگل اینا ترجمه کنیم و سعی کنیم سرچ انگلیسی خودمونم قوی کنیم. میرم روی قسمت Downloads for Windows. توی این قسمت اسکرول میکنم پایین. اینجا دنبال گزینه ویندوز اینستالر بگردیم. ویندوز اینستالر. حالا اینجا بچه‌ها باید شما دقت کنید به سیستم عامل ویندوز خودتون ببینید 64 بیتی یا 32 بیتی. برای اینکه همشه رو بفرمایید تو ستینگ مای کامپیوتر خودتون قسمت سیستم اسکرول میکنید پایین. این قسمت نیستش. about توی این قسمت about سیستم تایپ رو دقت میکنید و اینجا نوشته که سیستم الان 64 بیتی. میرم میزنم downloads windows installer 64 بیتی و منتظر میمونم تا نصب شه. برای اینکه حجم ویدیو بالا نره من فعلا ویدیو رو پیز میکنم و بعد از نصب مجددا در خدمتتون هستم. خب بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ضبط کنیم ببینیم چی شد. پایتون الان روی سیستم من نصب شد. اینجا این قسمت دانلود. حالا کسایی که مرورگرشون انگلیسیه این کنار میاد. این کنار همچین گزینه هست روش کلیک کنید. پایتون رو باز کنید با یه بار کلیک. یا یکی از راه‌های دیگه‌ای که میتونید پایتون رو باز کنید اینه که بیاد اینجا و این قسمت روی نمایش در چیز کلیک کنید و میره تو قسمت پایتون و فایلایی که دانلود کردید رو میاره. روی پایتون کلیک راست میکنید و میرید run as administrator یا اوپنش میکنید. yes رو میزنم که آنتی ویروس اجازه نصب رو بده. بدون توضیح به این دوتا گزینه کار نداریم. البته گزینه add python exit to patch رو حتما بزنید و حالا میذاریم install now. منتظر میمونیم که نصب شه. به دلیل فرآیند کم زمان بر نصب مجددا من ویدیو رو پوز میکنم. خب مجددا میریم برای ادامه ویدیو. اینجا میزنه پس از نصب میزنه setup was successful. در این هنگام اگه اروری چیزی برخوردین به پیام بدید. راهنماییتون میکنم حتما. راه‌های ارتباطی ما هم زیر همین پست براتون میذارم. جا کلوز رو میزنیم. حالا ما اگه بیایم توی سرچ ویندوزمون سرچ کنیم پایتون یک دونه شلی رو به ما میده. اینجا این قسمت روی این کلیک میکنیم و اوپنش میکنیم. این شل پایتون تقریبا یا اینجا نه این نیست. جا سرچ میکنیم شل. قبلا یک شلی به ما داد. حالا ما زیاد به شل پایتون کار نداریم ولی خب میخواستم ببینید اینجا یک شلی داره که میتونید مثلا متغیر چیز تعریف کنید و
از اون استفاده کنید. کوشلش حالا مهم نیست، به شلش کار نداریم، فعلا برام نیومده، مهم نیست. گام بعدی نصب یه کد ادیتوری یا شل پایتون خیلی مقدماتی، بر همین از کنارش میگذریم، زیاد نیاز بهش ندارم. اگه بخوایم با شل پایتون کار کنیم یادگیری اصلا براتون شاید لذت بخش نباشه به نظرم، و برای لذت از کد نویسی و حتی قدرت های کد نویسی نیاز به یه کد ادیتور قدرتمند داریم. کد ادیتورهای قدرتمند مثل VS Code یا پایچار که راحت ترینش پایچار. VS Code همچین نمایی رو داره که الان مشاهده میکنید. ترجیحی که برای نصب کد ادیتور میدم اینه که بریم سراغ پایچار. به دلیل راحتیش سوالات کمتری توی ذهنتون ایجاد میشه و کد نویسی براتون راحت تر میشه. سرچ میکنیم پایچارم دانلودز، پایچارم دانلود. حالا آدرس سایتی رو که من بهتون میگم صاف 98، میتونید از سایت های دیگه هم داریم، ولی صاف 98 خب سایت معتبریه، میتونید از این سایت دانلود کنید. میریدیم پایین، اینجا میرید اسکرول میکنید پایین. از نسخه چیزش استفاده میکنم، نسخه ویندوز ورژن 2021ش من دارم استفاده میکنم. حالا شما میتونید از هر کدومش رو دوست دارید استفاده کنید. ترجیح من اینه که از 2021 استفاده کنید که ارور کمتری بگیرید. پایچارم 2021 تقریبا. آموزش نصب فعالسازیش هم اینجا میخونید. به دلیل حجم بالای دانلودش من براش ویدیو ضبط نمی کنم و بذار میبینم تو دانلودام دارم، اگه داشتم حالا کارو پیش میبریم دیگه. دانلودز اینجا ترجیح اینه که یک سرچی رو انجام بدم، میزنم پای چارم نه نیومد بالا متاسفانه. جت برندز چی؟ ویدیو رو پز میکنم اگه داشتم و نداشتم حالا کارش میکنم. خب بچه ها متاسفانه من توی سیستمم نداشتم و به دلیل حجم بالای نصب پایچار قابلیت ندارم که نصبی براتون نصب کنم، ولی خب پایچارم رو سیستم خودم دارم و نیازی به نصب نیست. در ادامه از پایچارم استفاده میکنم. حالا برای ادامه کار میزین آموزش توی گوگلتون، اگه نتونستید پایچارم نصب کنید یک سرچ بزنید آموزش دستی نصب پایچار. بچه ها این که من از کنارش میگذارم اصلا بد نیست، این اتفاقا خوبه. شما در آینده نیاز دارید که بخواید توی گوگل سرچ کنید، نیاز دارید که مشکلاتتون از طریق سرچ گوگل پیدا کنید و این از همین ابتدای کار من تنها هدفم اینه که شما با سرچ گوگل آشنا بشید و عادت کنید به سرچ کردن. میزنید پایتون اند پایچار آموزش نصب، سایت های مختلفی میاد، حالا هر کدومش خوب بود. سریع آسان سایت خوبیه معمولا. اینجا این که نصب پایتون تا اینجا که کار انجام دادیم. حالا نصب پایچار مراحلشو گفته. حالا طبق همین مراحل میتونید پیش برید، ولی از سایت صاف 98 ترجیح همه که دانلود کنید شماها. آموز قسمتاشو مرحله به مرحله توضیح داده. مرحله دومش
شما اینا رو نکس بزنید همش رو. این قسمت create desktop shortcut رو بزنید 64 بیت لانچر اگه سیستمتون 64 بیتیه، یا اگه 32 بیتیه 32 بیت لانچر. صبر کنید تا تموم شه و بعدم که پاک کنید. این قسمت براتون میاد بالا. البته براتون بالا نمیاد همچی قسمتی، یه همچی قسمتی براتون بالا میاد. بذار من اینترنت رو قطع کنم که بفهمم چی میگید. یک صفحه ولکامی براتون بالا میاد، تقریبا مثل اینه که شما باید همچی گزینه ای رو پیدا کنید. بذاری من پایچارم بالا بیاد و از اونجایی که قراره شما پایچارم رو محیط رو ببینید مشاهده کنید و همچنین بریم چند تا افزونه هم با هم دیگه نصب کنیم. خب محیط پایچارم برام بالا میاد. اینترنت هم قطع باشه که اون اروری رو که میخوام بده بهم که داد یا نداد، که نداد. خب متاسفانه همچی اروری رو بهم نداد، ولی خب باید سعی کنیم پیداش کنم این ارور رو. نه حالا مهم نیست ارورشو براتون میفرستم. این قسمت برای بالا آوردنش همچی اروری رو میده. تو همون سافت 98 هم بریم. چند دقیقه شد ویدیو؟ 12 و 25 دقیقه. من همچی ارورشو که پیدا کردم مجددا ویدیو رو به حالت قبل برمیگردم. خب بچه ها، اروری که میخواستم با تأخیر بنده. همچی گزینه میاد بالا، ما لایسنسشه. شما برای ورود به پایچارم نیاز به اکت کردن لایسنسش دارید. حالا این میتونه پولی بخرید یا از همچی آدرسی استفاده. زمانی که نصب کردید توی سافت 98 حتما طبق هم آموزش پیش بیانید، چون چند تا فعالساز داره، از اون فعالساز رو باید استفاده کنید. این قسمت رو میارید توی لانچر سرور و همچی آدرسی رو میزنید و واردش میشید. من اینترنت هم وصل میکنم. خب وصل شد، اکتیویت رو میزنید. بعد از اینکه این ارور اومد براتون اکتیویت رو میزنید. اینترنتتون حتما وصل باشه. کلوز رو میزنید. حالا محیط پایچارم رو مشاهده میکنید. کنترل سیستمتون و آلت و اس رو که بزنید صفحه تنظیمات پایچارم بالا میاد. پس چی شد؟ کنترل و آلت و اس. میاد تو قسمت پلاگینز. اینجا مثلا هر تمی رو که دوست دارین اد میکنید. میزنید تم. اینجا تمام. من تم دارک تم رو دوست داشتم، یا مثلا میتونین از متریال تم یو ال استفاده کنید. تمای مختلفی داره، مثلا میتونید از اینا استفاده بکنید. یا مثلا این تمی بود به نام گلاس کد، میاد شیشه ای میکنه کد ادیتورتون و شما میتونید تصویر بک‌گراند پشت کد ادیتورتون مشاهده کنید. اینجا با گزینه نصب اینستال میتونید نصب کنید. با که اپلای میزه برنامه رو میبنده و دوباره اجرا میکنه. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. در این ویدیو آموزش نصب پایتون رو با هم دیگه دیدیم، همچنین یاد گرفتیم که چطور محیط کد ادیتورمون رو فعال کنیم
اگر سوالی در این رابطه داشتید از طریق فضای مجازی با من در ارتباط باشید، سوالتون رو بپرسید و من سعی میکنم در این رابطه کمکتون کنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه تا دوره آموزشی بعد. خدایا رو نگهدارتون.